در صورتی که این مسائل رعایت شود، ناخن‌ها به تدریج استحکام می‌کنند که شدت زمان برای محصون شدن این تغییرات 6 ماه است. صابون جامد و مایع با هم تفاوت ندارد، اما به صابون مایع موارد اضافه می شود که می تواند باعث خشکی ناخن‌ها شود. به طور کلی کسانی که وسواس دارند و به طور مکرر دستانشان را با صابون می شویند در معرض شکنندگی ناقص قرار دارند. بسیاری از مردم تصور می کنند لاک ها یا رنگ ناخن ها موجب استحکام ناخن می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که لاک ناخن موقتا موجب سفتی می شود، اما اشکالی در پاک کننده است و توصیه می شود از هلال هایی که بر پایه استون هستند استفاده نشود. جنس ناخن عمدتاً از پروتئین به نام کراتین است که این پروتئین از نظر خصوصیات ساختمانی شباهت زیادی به سم حیوانات دارد و شباهت به استخوان و اسکلت ندارد. بنابراین آنچه در بین مردم تصور می شود که ناخن‌های شبیه استخوان ترکیباتی از پروتئین و کلسیم دارد برداشتنی اشتباه است. چگونه ناخن‌های ما را بلند کنیم؟ برای داشتن دست‌های زیبا و ناخن‌های خوش‌فرم، رعایت نکات ساده که در ذیل به شما اشاره شده است در صورت رعایت به این امر به شما کمک خواهد کرد. مراقبت از ناخن برای رشد سریع. تمرین کردن برای نگهداری از ناخن. نگهداری کردن از ناخن‌ها یکی از کارهایی است که شما باید آن را خوب یاد بگیرید. برای مثال، اجازه ندهید گوشه‌های ناخن شما تیز شود یا به صورت نامنظم رشد کند. ناخن‌های خود را با استفاده از سوان ناخن شکل دهید. جلوگیری از برخورد ناخن شما با محصولات زننده. اگر برای مدت طولانی ناخن شما با مواد شیمیایی در تماس باشد، باعث می شود که آن ضعیف شود. برای مثال، هنگام شستن ظرف از دستکش استفاده کنید تا مواد شوینده با ناخن شما تماس پیدا نکند. درمان ناخن خود باشید. برخی موارد پیش می آید که روی ناخن لکه های وجود دارد که شما بهتر است راه درمان آن را پیدا کنید و هرچی سریعتر آنها را برطرف کنید تا ناخن ضعیف و شکننده نشود. توقف جویدن ناخن ها. اگر شما این کار را متوقف نکنید، هیچ امیدی برای بلند شدن ناخن های شما وجود ندارد. اگر می خواهید که ناخن های بلند داشته باشید، پس از جویدن آن خودداری کنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.